سلام و احترام به همه بینندگان عزیز. در این ویدیو ما قصد داریم به یکی از شخصیت‌های مهم و برجسته تاریخ معاصر افغانستان یعنی داود خان بپردازیم. به نظر بعضی از کارشناسان تاریخ به قدرت رسیدن داود خان شروع ناامنی و جنگ در افغانستان بود. داود خان که در سال 1963 میلادی به عنوان نخست وزیر و سپس در سال 1973 میلادی به عنوان رئیس جمهور افغانستان به قدرت رسید، او نقش بی‌سزایی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ایفا کرد. داود خان که در خانواده سیاسی به دنیا آمده بود و از جوانی به سیاست علاقمند بود. او در دوران نخست وزیری خود تلاش کرد تا اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را به اجرا بگذارد. مهمترین اقدامات او ایجاد یک نظام اقتصادی متمرکز و تلاش برای صنعتی سازی کشور بود. این اقدامات او هرچند با چالش‌های مواجه شد، اما امیدها را در دل مردم زنده کرد و باعث محبوب شدن او در آن زمان شد. بیایید نخست از همه درباره او بیشتر بدانیم. داود خان پسر برادر نادرشاه و پسر عموی ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان است. او در یک خانواده شاهی به دنیا آمده بود. او پایه‌گذار جمهوری افغانستان و نخستین رئیس جمهور افغانستان از سال 1973 میلادی تا سال 1978 میلادی، یعنی به مدت 5 سال بود. او همچنین از سال 1953 تا سال 1963 میلادی نخست وزیر افغانستان بود. داود خان با ایجاد حزب انقلابی ملی و سرنگونی سلطنت ظاهرشاه جمهوری افغانستان را تأسیس کرد. او به عنوان اولین رئیس جمهور افغانستان دست به تغییرات عمده در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور زد. او سعی کرد با اتحاد جماهیر شوروی روابط نزدیکی برقرار کند، در حالی که تلاش کرد استقلال کشور نیز حفظ شود. محمد داود خان به خاطر سیاست‌های ترقی خواهانه اش به اصلاحات زیادی چون حقوق زن، اعمار شاهراه و تأسیس تعداد کارخانه‌های بزرگ پرداخت. اما با توجه به چالش‌های اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و فشارهای خارجی، وضعیت کشور به تدریج ناپایدار شد و اوضاع کشور از کنترل او خارج شد، که در نتیجه در سال 1978 میلادی انقلاب ثور به وقوع پیوست و داود خان همراه با 18 تن از اعضای فامیلش در ارگ به قتل رسید. این حادثه نقطه عطف در تاریخ افغانستان بود و آغازگر یک دوره طولانی از جنگ و ناآرامی‌ها در افغانستان بود. او در اواخر قدرتش از مسکو و چپی‌ها فاصله گرفت. این اقدام باعث شد تا حزب دموکرات خلق دست به کودتا بزند و در نهایت او و فامیلش را ترور کند. پیکر او و فامیلش در مکان ناشناسی به صورت دسته جمعی خاک شد و بعد از سالها در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی بقایای پیکرهایشان در شرق کابل پیدا و شناسایی شد و در مراسمی در تپه‌ای در غرب کابل به خاک سپرده شد. داود خان به عنوان یک شخصیت تاریخی همواره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. برخی او را به عنوان یک پیشرو در اصلاحات اجتماعی می‌شناسند، در حالی که دیگران او را به خاطر ناکامی‌هایش در مدیریت بحران‌ها مورد انتقاد قرار می‌دهند. و در پایان باید بگوییم زندگی و کار داود خان نشان دهنده چالش‌ها و تناقض‌های تاریخ معاصر افغانستان است. او نماد تلاش برای پیشرفت و در عین حال نمایانگر دشواری‌های مسیر توسعه در کشور با تاریخ پیچیده است. از شما برای تماشای این ویدیو سپاسگزاریم. امیدوارم این اطلاعات به شما کمک کرده باشد تا بهتر به تاریخ افغانستان و شخصیت‌های کلیدی آن آشنا شوید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.